از 12 ایول نشست‌های مطبوعاتی وزارت ساختارها آغاز می شود. تبریک امام علی رحمان به عید قربان. نخستین چمپیونات زنانه در تاریخ اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی. در ازبکستان اجازه شد که شهروندان مستقلانه در علاهیدگی به حیث راننده تاکسی کار کنند. از 12 ایول سال جاری در وزارت و اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سوغد و ختلان، شهر دوشنبه، شهر و نواحی جمهوری آید به جنبست چاربینی های 6 ماه اول سال 2022 نشست مطبوعاتی دایر می کنند. نقشه تشکیل و برگزاری نشست های مطبوعاتی از جانب رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق شد. گفته می شود در نشست های مطبوعاتی که هر روز کاری از جانب یک چند وزارت و اداره ها برگزار می گردد، نمایندگان وسایط اخبار عامه می توانند به سوال های خود پاسخ گیرند. طبق جدولی تصدیق شده نشست های مطبوعاتی 12 ایول آغاز شده 5 آگوست به آخر می رسند. نشست های مطبوعاتی نیم ساله عملاً یگانه امکان واخوری روزنامه‌نگاران به خصوص نمایندگان وسایط اخباری عامه مستقل است که با رهبران وزارت و اداره ها ملاقات کرده به آنها سوال های خود را بدهند. اما منصبداران کوشش میکنند با قرائت گزارش دور و دراز وقتی بیشتری به نشست مطبوعات جدا شده را گذرانند تا به روزنامه‌نگاران فرصت سوال دهی کم ماند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه جشن عید قربان از تاجیکستانیان خواست که از اسرافکاری و خودنمایش‌دهی پرهیز کرده به جای آن به کارهای خیر و ثواب دست زنند و به نیازمندان کمک کنند. در این باره امام علی رحمان در سخنرانی تبریکی خود به مناسبت عید تاکید کرد. امام علی رحمان گفت ثروتمندان به جای خرج بیهوده کارهای خیرخواهانه انجام داده به نیازمندان و یتیمان و معیوبان کمک کنند. تاکید امام علی رحمان به خودداری از اسرافکاری در روز عید قربان در حالی است که در دیگر عیدهای رسمی محض برای با تنتنه و پرشکوه گذرانیدن جشنهای عیدانه حکومت کشور میلیون ها دلار صرف میکند و خود رئیس جمهور صدر چنین تجلیل های عیدانه سراپا اسرافکارانه می شود. امروز 8 ایول در شهر دوشنبه در تاریخ اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی نخستین چمپیونات بین دسته های منتخب زنانه آغاز شد. 5 دسته تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان و ترکمنستان برای مدال ها و عنوان پرقوت‌ترین تیم منطقه مبارزه می‌برند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در آستانه آغاز مسابقات قهرمانی زنانه در دوشنبه جلسه پیش از مسابقه برگزار شد. در این مسابقات در دوشنبه که از 8 تا 20 ایول برگزار می شود، حامد مامینی از ایران و نگاره عبیدووا از ازبکستان نقش کمیسران را اجرا می کنند. بازی های قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 2022 میان دسته های منتخب زنانه را داوران از 5 کشور تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان و ترکمنستان داوری می کنند. در این بازی کشوری ما را داوری فیفا نادره میرزایووا و یاوری داوری فیفا دلشاد رحمانووا نمایندگی می کنند. در مجموع در دایره چمپیونات اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 2022 میان دسته های منتخب زنانه 10 بازی برگزار می شود. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار خواهد شد. در ازبکستان اجازه شد که شهروندان مستقلانه در علاهیدگی به حیث راننده تاکسی کار کنند. رئیس جمهوری این کشور در این باره روز 7 ایول فرمان به امضا رساند. با اتومبیل های سبوگراف که نه بیشتر از 4 جای نشست دارند بر روی خط فعالیت های داخل کرده شد که شخصان انفرادی می توانند از 1 سپتامبر سال 2022 تا 31 دکبر سال 2024 به تاکسیرانی مشغول شوند. قابل ذکر است که تاکنون فعالیت تاکسی ها در ازبکستان با فرمان رئیس جمهور از سال 2006 تنظیم شده بود که طبق آن تنها شخصانی حقوقی حق داشتند به هر گونه حمل و نقل تجارتی مسافران مشغول شوند. بهار سال گذشته مقامات همچون تجربه به افراد علاهیده اجازه دادند که به حیث صاحبکاری انفرادی به عرابه کشی مشغول شوند.
давомнокии озмоиш аз 15 майи соли 2021 то 31 декабри соли 2022 мебошад. дар муқобил мақомоти тоҷикистон ба хусус шаҳри душанбе кӯшиш мекунанд ки садди роҳи таксиронҳои хусусӣ шуда ин корро ба ширкатҳои бузург биспоранд.